حالا از بازار دان کارک آمدیم. اینجا شما این تصویر میبینید، این خانه نیست بلکه یک لیسه است. لیسه ای که به سطح فرشغان است. میخوایم اینجا داخل شیم و دیگه میبینیم که کدام صنفا داره و چی کمبوتیا داره به شما معرفی میکنیم. تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. چیزی که شما تصاویر میبینید این صنفا است، صنفایی که اینجا شاگردا درس میخوانند. چوکی نیست، تعمیرات نیست، این مثل خانه شخصی وارثه. دیگه همراه استاد به گپ میزنم. سلام علیکم استاد جان. و علیکم السلام. بخیر هستی استاد؟ اول خودم معرفی کن استاد. سلامت باشی. نام اسم عبدالمالک است، یک تن از معلمین لیسه فرشغان. استاد جان محترم، این صنف را ما معرفی کنید، صنف چند است؟ این صنف هفتم است. صنف هفتم است؟ بله صنف هفتم. چقدر صنفات اینجا شما داری؟ اینجا تقریبا مشکلات هست دیگه. این تعمیر کی است، کرایه است. تقریبا با 12 صنف که باید 12 صنف ضرور است. اینجا 8 صنف است موجود. دیگه 8 اتاق است. میشه استاد ما را تصویر شما بدید؟ بله. بینهای گرامی ما را همراهی کنید و ما میریم برای شما از لیسه فرشغان. مکاتب صنفاش برای شما معرفی میکنیم که خانه کرایی است. چون شما تصویر میبینید کلش خانه کرایی است. دیگه میخوایم میره برای شما معرفی کنم. استاد جان همراه ما است. دیگه معلومات استاد میده. استاد جان امیر اگه ما معرفی کنی کدام صنف است اینجا؟ بله این صنف 12 است. این صنف 12 است. بله این صنف 12 است و او صنف 11. بالا هم صنف است یا خانه است؟ نه او خانه است. خب منزل پایینش مربوط به مکتب میشه. خب این کرایی است یا؟ کرایی است. بله. بازی چی است؟ اوی صنف 10 است. خب 10 است. بله. با صنفای پایان شما کجا میشن؟ اول دو سه. صنفای پایان مشکلی است که صنفای اول دو سه دنی جای میشینن. اینجا خیلی هوا گرم میباشه و وقتی که هوا سرد میباشه دو وقت از سردی زیاد و زحمت میباشن و فعلا گرمی خیلی زیاد است و مشکلات زیاد است برای شما. بینای گرامی اسم به 10 است، اسم به 11 است و اسم به 12 است. اینجا که ما ساد هستیم، اینجا که ما ساد هستیم این جای خالی نیست. اینجا همش تقسیم بندی شده. صنف اول، صنف دو، صنف سه، صنف چهار. در بار گرمی در زمستان خنک سرد هوای سرد شاگردا را خیلی با مشکلات روبرو کرده. استاد جان اداره تان در کدام جای است؟ اداره ما اون طرف است. این طرف است. بله. دیگه اداره شما می‌بینیم با سرمالان صاحب گپ می‌خوازدیم. دیگه معلومات ما سرمالان صاحب خواهد داد. این یکی از لیسه‌های که یگانه لیسه است که در ولسوالی دولتشاه منطقه فرشغان. چون شما تصویر می‌بینید اینجا را که شما تصویر می‌بینید اینجا اداره لیسه فرشغان است. اینجا را که شما تصویر می‌بینید دوستای محترم اینجا جای استادا است. اینجا جای استادا است و اینجا که از یگانه اداره مکتب است که متاسفانه یک خانه کرایی است. استادا را که می‌بینید تمامشون در تصاویر معلوم میشه. تمام استادای از این مکتب فرشغان است. دوستای گرامی همراه ما سرمالان صاحب اینجا نشسته. میخوام همراه ازی صحبت داشته باشیم. سرمالان صاحب اگر اول خود معرفی کنید. سلام بر شما و به بینندگان آبدره. بنده سرور خان دانش تخلص میکنم، سرمعلم لیسه فرشغان است. دانش صاحب اگر در اول به ما بگویید که این لیسه در کدام وقت تأسیس شده؟ تأسیس از لیسه تقریبا در سال 1333 یعنی 69 سال پیش تأسیس شده و تا هنوز هیچ ارگان دولتی درباره اعمال تمدیدی توجه نکرده. کدام سال به لیسه تبدیل شد؟ در سال 1389 لیسه ارتقا کرده. از او پیش قبلا ابتدا بود بعد متوسط شد. در سال 1389 به لیسه ارتقا کرده. چقدر امیال متعلمین داره در اینجا؟ تقریبا 588 نفر امسال شاگرد متعلم داریم و سال گذشته همچنین 700 و 800 و 1000 بود و تقریبا کسایی که حاضری نداشتن غیرحاضری میکردن و به شکل اصولی قانونی از مرتبه اخراج شدن و فعلا که 588 نفر شاگرد داره و همین استادا هستند که تمام کار اداری و تدریسی به پیش میبرند. این استادا از این لیسه هستند؟ این استادا مکمل از این لیسه هستند. کل شعبه تشکیلات از این اداره 15 نفر است که در جمله یک سرمعلم، یک مدیر، یک تولدار، دو ملازم، متبقی که 10 نفر میمونه یا متبقی پرسنل معلمی است. تنها اینجا که شاگردای ذکور میباشه یا ناس هم داره؟ این مکتب در تشکیل هستند که ذکور است، تنها شاگرد ذکور میباشه. مشکلات اساسی مکتب چی است؟ ولی چرا وزارت معارف به توجه نکرده؟
مکتب خود در سطح عموم در افغانستان مشکلات زیاد دارن. این تو جایی است که بیخی تعمیر نداره، این تو جایی است که در سر خاک مرد نشسته هستند. والا مکتبی که ما فعالیت میکنیم در این مکتب تقریبا 12 شعبه داره و از نظر به کمبود استاد مضمونش تحت مراقبت قرار میگیرن یا معطل قرار میگیرن. اگر به این تشکیل علاوه شوه کاربرد اداریش بهتر خوبتر میشه و دیگه کمبودی که داریم این تعمیر نداریم. خودتون به چشم سر خود میبینی که کرایه است. یا قبلا در سر لب دریا یک جای آباری بود اونجا میشستیم. حالا که تقریبا 5 سال یا 6 سال شده که تعمیر کرایه را با امرای مالک تعمیر قرارداد کردیم. دمی تعمیر کرایه زندگی میکنیم. تمام اموراتش دمی تعمیر پیش میبریم. کرایه‌ش شما میته یا مردم میخره اون؟ نه، کرایه‌اش از طریق املاک ریاست معارف مربوطه که لغمان است در مراحل میکنیم. کرایه‌اش با پرداخت میکنن سالانه با خود مالک تعمیر میدن. تا به حال مشکلاتتان با وزارت معارف یا ریاست معارف لغمان شریک نشده؟ همین مشکلاتی که ما تعمیر نداریم تقریبا 3 بار یا 4 بار ما پیشنهاد مکررن پیشنهاد کردیم. در پیشنهاد از 2 نفر آماده شدیم که همون شرکت ها آمدن که این تعمیر اعمار کنن. در اون جمله این حکومت سقوط کرد. قبل از حکومت سقوط عربا جور میکردن و پیش از این به این مکتب یک تعمیر افتتاح شده بود که به نام متوسط فرجوان است. او در زیر اسکرین الخان نام داره. اوجا و هم کار شرکت نیمکلا کارش تکمیل نکرد. نیمکلا ماند و شرکت هم فعلا فرار کرد. معلوم نیست که کجا باشه. استاد داریم که کمبود داریم که در شک بخش تدریس ما باید کار بکنن. دیگه شعبه لابراتوار نداریم، شعبه کامپیوتر نداریم، دیگه مامور اجرایی نداریم که کار اداری پیش میاد. من سر معلوم هستم یعنی محترم مدیر صاحب است و کل کارهای اداری اداریش ما از پیش میبریم. بسیار با چیزای ناهنگفته این امکانات اداری هم کم بود. نه ما پرینتر داریم، نه کامپیوتر داریم، نه سهولت‌های اداری برای ما موجود است. یک ورقه که ما اجرا میکنیم روان میگه بلغمان چاپ میکنه پس میان مدت را دبر میگیره. ولی معلومات را که از ما میخواد ریاست و همزمان دیگه مدت 2 روز 3 روز میگه ما گزارشی که به ما روان میکنن که حاصل به ما راپور بدید. چون نبود امکانات کتاب سطح افغانستان کم بود است که کتاب نداریم. میگم کتاب صنفای 10 و 11 بسیار کم بود کتابش و کوشش میکنم شاگردان میگه که از خود ابتکار کنه که کتاب بخرن مشکل خود حل کنن. یک سوال داخل هم میکنم از سرمالک صاحب سرورخان دانش. دانش صاحب اگر ما بگویی که نصاب از به کدام زبان است؟ پشتو سه داری؟ در سطح افغانستان خو زبانهای رسمی زیاد است که زبانه که تدریس میشه مثلا ازبکی از ایماق از عرب از بلوچ از پشتو از دری است. ولی که ما که تدریس میکنیم ما مربوط میشه مربوط به دولت شاه و خاصتا ولایت لغمان که به صورت پشتونا مشهور است. ما که تدریس میکنیم میشه زبان مردم فارسی زبان هستند. کتابایی که تدریس میشه و شکل که تدریس صورت میگیره به شکل به زبان دری صورت میگیره. تشکر سلامت باش بخیر باش. بینهای گرامی شما صحبت‌های از سرمالک صاحب را شنیدید. امیدوار هستم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید و از مزایای برنامه لذت ببرید. تصم پای 11 این برات معرفی میکنیم. دوستای گرامی این سمپ 12 است. شما تصویر میبینید سمپ 12. دوستای گرامی ما در وسط سمپ 12 همه لیسه فرشغان استاد هستیم. شما تصویر میبینید این سمپ 12 همه این سمپ 12 همه لیسه فرشغان است و در پایان که بود ما با شما دیگه سمپ ها رو هم معرفی میکنیم. دیگه این طرف که هستی سمپ 11 است. این سمپ 11 همه لیسه فرشغان است. چون شما تصویر می خانه کرایی است. تعمیر نداره. استاداش کم بود است. کتاب ها هم چنان دیگه جای برای درس خواندن زمستان و بار کلش کس کم بود است. امروز که مادم اینجا سرسیر است و حال امتحان است. شاگردان رسخت شده. دیگه شما سخنانی از بزرگان از مکتب را شنیدید. میرم سمپ 2 براتون معرفی میکنیم. دیگه بالا بس برنامه را اختتام میکنیم. تصویر میبینید سمپ 10 است. 10 لیسه فرشغان که ما داخل سمپ میشیم. این مکتب لیسه فرشغانه سمپ 10 است که 3 سمپ 10 11 12 تعمیر دارد و هم تعمیری که این قسم است. دیگه سمپ اول تا سمپ 9 نه تعمیر دارد و نه چوکی دارد نه میز. شما چین تصویر میبینید اینی مکتب درای فرشغان است که تا حال هیچ کس برای زی توجه نکرده. امیدوار هستم برنامه خوشتان باشه.
میریم دیگه مناطق زیبای دره فرشخان براتون معرفی کنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.